ذاتش خرابه، میدونی؟ ذاتشه که خرابه. آره ولشون کن. نه آخه خودش راجع به گوگلی دوست پسرش حرف میزنه تو گروه، بعد میگه پسر فلانه. به ما چه؟ بذار بگه. از اون ور اون نگار پیکمی دوست پسرش از خودش کوچیک‌تره، بعد بچگونه صحبت میکنه باهاش. انه پیر سگ. بابا به تو چه؟ به ما چه؟ ولشون کن. یعنی چی امیر؟ دوست ندارم غیبت کنیم. خب باشه امیر باشه، ولی آخه ببین نگاه بسه اینقدر راجع به کار توی گوز حرف بزنیم. آخه همبارت از غیبت حرف که نمیزنی، لاغر گو نخور گوش بابا بده. دارم میگم اون زندگی خوبی لابد بیایم ریتونتت که بازی فیلم بگیرم. ریدم تو وین تو بازیت. چرا لال شدی نجس؟ بابا خب میخوام لال بمیری یبس ان لال بمیر صدا بچه نشنوم. غیبت نکن. نگار خراب امیر، نگار یک گوهی مثل تو امیر محمد خراب. لال نباش جر بزن دیگه.